درود بهتون. یه خبری خوندم که به ظاهر خیلی وحشتناک میاد. میگن که جرم جدیدی اومده، با ابزارهای هوش مصنوعی انجامش میدن. کلاهبردارا تماس میگیرن با خانواده و میگن که یکی از اعضای خانواده، حالا فرزند خانواده، همسر خانواده، تصادف کرده، حالش خیلی بده، دارن میبرنش اتاق عمل و نیاز هست که چند ده میلیون تومان به این شماره شبا کنید. خیلی سریع. جای وحشتناک قضیه اینجاست که گوشی رو هم به ظاهر میدن به اون شخصی که آسیب دیده و او خیلی کوتاه و با حالت نزار با خانواده‌اش صحبت میکنه و میگه که حالم خیلی خرابه، تو رو خدا این پولو بدید و من رفتم اتاق عمل. خب مشخصه که اول از نظر روحی و بعد از نظر اقتصادی چه بلایی سر خانواده میاد تا حالا بعدن خودشون رو جمع و جور کنن و ببینن که چه اتفاقی افتاده. از نظر تکنیکی چه جوریه؟ حدود 10 تا 15 ثانیه اگر صدای ممتد یک شخصی رو داشته باشن، میتونن با استفاده از نرم افزارهای هوش مصنوعی اون صدا رو روی هر کلامی که خودشون صحبت میکنن بشونن. به همین سادگی که الان هایده داره آهنگ تمام خواننده های روز رو میخونه. یعنی کلاهبردارها صحبت میکنن، اما چون صدای شما رو گذاشتن روش، خانواده شما فکر میکنن که شمایید. فجایع خیلی زیادی میتونه رقم بزنه، حتی میتونه تبعاتش گسترده تر بشه، موارد امنیتی به خودش بگیره. اشخاصی که دارای شغل‌های حساس هستن در مملکت میتونن مثلا جای اعضای خانوادهشون، جای فرزندشون زنگ بزنن بهشون، بگن که ما رو گروگان گرفتن، فلان کارو بکن، فلان کارو نکن، اخاذی بکنن، کلاهبرداری بکنن، یا اتفاقات امنیتی سطح بالا رقم بخوره. تنها راه پیشگیریش آموزش هست. یعنی اینکه به دور و بریاتون، عزیزان و خانواده‌تون این مسئله رو توضیح بدید و بگید که این امکان وجود داره که تماس بگیرن، با صدای من با شما صحبت بکنن، حالا یا ادعا بکنم که تصادف کردم پول بریزید به حساب بیمارستان یا دکتر، یا بگم که من رو گروگان گرفتن و الی آخر. اگر با همچین موقعیتی آشنا شدید، اول با خود من تماس بگیرید قبل از اینی که بترسید یا دستپاچه بشید یا پولی رو جابجا بکنید، تا مطمئن بشید که من در سلامت هستم و هیچ کدوم از این اتفاقا هم نیفتاده. به نظرم اومد که مسئله مهمیه، حالا صرف نظر از اینکه واقعا این خبر صحت داشته باشه یا نه، که امیدوارم نداشته باشه، ولی چون گفتم از نظر تکنیکال امکانش هست، خواستم که حتما یک هشداری بدم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.